طوری که آژانسی اطلاعاتی فرغانه تکیه به سامانه ترکمن پورتال اطلاع می‌دهد، رئیس جمهور ترکمنستان قربانگلی بردیمحمدov به نوشتن کتابی نوبتی شروع نمود. بردیمحمدov بینای اسب‌دوانی خلتکین را زیارت نمود و طبق عادت خود به نوشتن اثری بدیعی نشست. درباره ستایش فصل بهار، طبیعت ترکمنستان، اسب‌های ذاتی شعر نوشت. اینچنین برای ایجاد نمودن کتابی نو آیدی عرف و عادت، تاریخ بای اسب‌ها و خصلت‌های عادتی زمین ترکمنستان شروع نمود. در ایجادیات خود بردیمحمدov تاریخ کشور را راه ابریشم که در قدیم از منطقه های ترکمنستان می‌گذشت قید نموده است. می‌نویسد ترکمن پورتال. در طول 10 سال حکمرانی بردیمحمدov 42 کتاب زیر تحت امضای رئیس جمهوری ترکمنستان نشر شده است. برآمد هر یک نشریه او از طرف تلویزیون دولتی وسیع روشنایی کرده می شود. پیشکش نمودن هر یک نشریه در دوام 1 سال چندین مراتبه گذرانیده می شود. اثر آخرین بردیمحمدov با نام آموزش ارکدغ، اساسی تندرستی و روح بلندی، ماه مارت سال جاری به خوانندگان تقدیم کرده شد. نشریه مذکور را خود بردیمحمدov در مجلس حکومت تقدیم نمود و یک نسخگی به وزیران تقسیم کرد. خاصتا در کتاب‌های خود او در خصوص اسب‌ها، گیلم بافی و خویشاوندانش نقل نموده است. باید قید نمود که اثرهای رئیس جمهور و کتاب‌های درباره او نوشته شده در مکتب‌های میانه به جای کتاب روحنامه که از جانب سابق رئیس جمهوری ترکمنستان سفرمراد نیازov ترکمنباشی نوشته شده است آموزانیده می شود. باید قید نمود که بردیمحمدov یگانه حاکم حکمروا در منطقه به حساب نمی رود که با عملهای احمقانه‌اش اهالیش را به حیرت می آورد. همین طور همکاران آسیایی او در مدح نمودن خود به مردم شرم نمی دارند. بنابراین برای عملی نمودن مقصد خود همه نمود اسلوب و واسطه ها را به کار می درآورند. تبلیغات در وسایط اخبار عامه محلی، تبلیغات در جایها با منصبداران، جاری نمودن مدح شخصیت رئیس جمهور در سیستم معارف و غیره تطبیق کرده می شود. نه تنها بعضی سیکوری بودنش این کتاب های تاریخی را می نویسد. مثلا سال 2004 در شهر آستانه با فرمان رئیس جمهوری قزاقستان نظربایف آثارخانه به نام او ساخته شده است که در آن نگاره‌های گوناگون و کتابی نوشته او در 32 زبان جهان ترجمه شده است. نگاه و بین کرده می شود. مدح نمودن شخصیت سابق رئیس جمهوری ازبکستان کریموف باشد پس از وفاتش زنده بوده تا حال ادامه یافته ایستاده است. از جانب حکومت قبر او یکی از جایهای مقدس اعلان گردید. اینچنین با نام او مسجدها گشاده می شوند. رئیس جمهوری تاجیکستان رحمان نیز از آنها عقب نمی ماند. در دانشگاه ها کتاب های او به مثل اثرهای بدیعی زمانوی آموخته می شود.